خب عکسمون هم گرفتیم که اومدیم که راه بریم ببینم میشه براتون یه رو سیاتل. امروز روز سوم سفرمونه و قراره که شهرگردی بکنیم. روز اول روز آبشارا بود، روز دوم روز بیچ ها و ساحل ها بود و امروز روز سیاتل هست. داریم میریم، یعنی رسیدیم همین الان به سیاتل، داریم میریم نیدل سپیس. یه جایی هست که بریم اون بالاش کل شهر معلومه و از اون بالا من براتون ویدیو میگیرم. الان هم این خیابونی هاشو نشون بدم. خب این از اینجا شما اون ساختمون ها رو میبینید. کجا بخوایم بریم؟ اون ساختمونی که شبیه نیدل هست و از اینجا نمیده نمیشه. بغل این برجاست. بریم که ببینیم چجوریه خیابونای سیاتل. هوا خیلی خوب، آفتابی و ملایم، شهر زیبا. یه جا اونجاها قراره بریم که از اون بالا نشونتون بدم انشالله. چقدر اینجا برج داره، جالبه. برخلاف اورگان داونتاونش هم انقدر برج نداره، جالبه. ببین ساختمان‌های بلند و آبه چیه؟ رو مپ نزده شده یکیون. یعنی اون بر میشه اینو یه دقیقه ببینین تو مپ. اون بر کاناداه. چون ما چسبیدیم به کانادا. آخه ما چسبیدیم به کانادا. چه جالب بچه ها. اینجا یک آبی هست، یک دریاچه‌ایه که نمیدونم چیه. برم یه سرچ بکنم ببینم جریان این دریاچه چیه. خب این آتش نشانیه. هر جا داره میره باشه. زمانی که اینجا آمبولانس یا ماشینای آژیردار یا آتش نشانی اینا میاد، همه ماشینا موظفن که قشنگ متوقف بشن تا اون رد بشه. وقتی رد شد دیگه میتونن حرکت کنن. خب جایی که بخوایم بریم اینه، نیدل سپیس. قرار بریم اون بالا، از اون بالا شهر رو کامل ببینیم. بریم که آماده بشیم بریم بالای سیاتل. خب بچه ها ما داریم میریم سمت دیدن سیاتل نیدل. اینا که میبینید یه سری چیزایی هن از این وسایلی که انرژی خورشیدی رو میگیرن و برق تولید میکنن. بریم ببینیم که با چه قولی روبرو هستیم. ماشینم اینجا پارک کردیم. بریم سمت دیدن برج سیاتل.
دو تا رگولار میخوام. بعد میشه 12 تا 12 15 میخوام که 12 و نیم یورو همش. برای یورو بشه $93 شد. 2 نفر. برای 2 نفر. Seymour in Seattle. حالا نمیخوام برو. اکتبر 3 درسته دیگه. اکتبر 3 12 15 درسته. این 12 دو تا لودینگ. چک اوت. کارت میخوام. از خودش بخواه. اوکی. Start over. Yeah, so that should be all you need. What time is on it? Okay, then you should be good if you want to do face meal now. Those barcodes are all you need. Yeah? But خب بچه ها من توضیح بدم. اینجا اولا که من نشونتون بدم که اینجا نسبت به اورگان که اصلا من یا خیلی خیلی کم بی خانمان میدیدم، هوملس میدیدم، اینجا زیادتره و هستن افرادی که هوملس هستن. شهر بزرگیه و اینا، حالا از اینا بیشتر. بعد آقا اینجا اپل پی قبول نکردن. خیلی برام جالب بود، یعنی جذاب که نبود ولی جالب بود. آره مجبور شدیم بریم از توی ماشین کارت بیاریم، در حالی که تقریبا 90% جاها اپل پی قبول میکنه. اپل پی یعنی پرداخت از روی گوشی اپلت با کارتی که روی گوشی اپل پی میشه و جاهای دیگه قبول نکردن. Good morning. You too. بعد آره خیلی برام عجیب بود که جایی به این شلوغی و مشهوری مثلا اگه یه نفر کارت نداشته باشه چی؟ کارت فیزیکی دنبالش نباشه. بعد دیگه رفتیم آوردیم دیگه. من خودم همیشه کنار دستم بود ولی از وقتی که دیگه با این کارت شروع به کار کردم دیگه گفتم ولش کن، ولی اشتباه کردم. حالا بریم که بلیطو بخریم. دیدیم برای 1 رو فقط اون بالا موندن نفری 47 دلار شارژ میکنه. بریم ببینیم تو این $1 بریم تو این یورو واقعا چی کار میشه کرد، اون بالا چی رو میشه دید. خب تیکت ها رو گرفتیم و بریم وارد لیدل اسپیس بشیم ببینیم که چیه جریان. خب این پایین که شاپینگ سنتره که همه جا داره طبیعتاً و خیلی دیدیم. این بالا یه توضیحاتی در مورد ساخت و ساز اینجا داره میده.
که چجوری ساختن، کی ساختن، مقاوم در برابر باد و زلزله و از این حرفا. نداره تا وقتی که دیگه شروع بشه برنامه بالا اینا رو مثلا میشه ببینی. این یکی که داره میگه روز 71 چی شد، روز 81 چه اتفاقی افتاد، چه جوری اینا رو بالا هم ساختن حالا تا اون بالای درست شد. هالو سیاتل نیدل هایوین شبیه برج میلاد نیست؟ این ماکت برجشه. Welcome to the future. The world discovered Seattle. رستورانش مثل اومدن از رو برج میلاد ما ساختن. حساب کن. حتما اون بالاش هم رستوران گردون داره دیگه. اینه این رستورانش. من مطمئنم اینو از روی برج میلاد ما ساختن. بیا بریم پس از عقب. ما توی صفیم، این صفحه رو میبینیم. ما توی صفیم تا اونجاها برسیم به پرواز. ظاهرا یه عکس مجانی میگیرن اون بالا. گفته که تیکتاتون رو آماده بکنین که اسکن کنه برای اون فری فوتوه. ببینیم چه میکنه. خب اینجا تیکت رو یک اسکن میکنه، بعد میری وای میستی رو به این پردهه، ازت عکس میندازه، پشت عکس یه بک‌گراند اضافه میکنه که عکس همین نیدل اسپیسه و بعدم ظاهرا به تحویل میده دیگه. خب عکسمون هم گرفتیم که بعد باید شماره تیکت رو بزنی و بعد دانلود بکنیم. یعنی عکس فیزیکی به ما نمیدن، از توی سایتش دانلود میکنی. حالا یادگاری مثلا یادگاری دیجیتال. اینجا هم یادگاری های چیز رو میفروشن دیگه. هر جایی که میری اون مجسمش و از این حرفا. حالا بعدش میری اون پایین رو میبینی. کماکان توی صف. خب داریم میریم که منتظر چیز وایسیم، منتظر آسانسور که دیگه بریم اون بالا. ببینیم چجوریه. بریم ببینم به زیبایی برج میلاد خودمون هست یا نه. خب بریم که سوار elevator بشیم. Small steps in the back and side, folks. You can fit more people than you're probably comfortable with. Yeah. Every time here it comes down. And when that's out of the way, it's all of downtown Seattle, the way it currently looks right now in the modern day and age. It all used to look totally different. Back then it was all a bunch of rainforest and trees in every direction as far as the eye can see. And all of downtown Seattle used to be a bunch of crummy looking log shacks that were all built on a big muddy beach. Every single day the high tide would come up and it would get your ankles wet, and everybody in town was really soggy and miserable until 1889 when the whole thing all burned up in one night because some jerk out there went and spilled a bunch of water over a grease fire. The entire thing all blew up over the course of 12 hours, so they had to shovel off the entire top portion of the Capitol Hill neighborhood. They layered all the dirt right on top of the beach and then built the new downtown on top of the old downtown in the year 1916. One thing led to another, and now Capitol Hill contains the very same Broadway street from the song Posse on Broadway by Sir Mix-a-Lot. Way up north is all of Mount Baker. Way down south is all of Mount Rainier. Mount Rainier was the setting of the Kenneth Arnold UFO sighting of 1947, which was totally weird. We're going to find ourselves all the way up here at the top like so. Here we are. Enjoy, you guys have a wild time. Don't do anything I would. Pick up your snakes. Look out for bears.
یه عکس از من بگیر. آره. خب کلی عکس گرفتیم از این بالا و اون پایین نگاه. بریم دورم رو کامل کنم. دریا رو اگه از اینجا خوب دیده بشه اومد دریاست. این منم که ساختموناست. اون پایین یاد اون چرخ و فلک افتادم که توی کالیفرنیا رفتم. پایین زمین بازی بچه ها. خب اونجا یک تلسکوپ گذاشتن که بری باهاش کل شهر رو ببینی. بریم اونجا ببینیم چه خبره. برم ببینم چه خبره. خانم داره چی می‌بینین؟ توضیح بدین. خب ما همچنان داریم به طواف دور این میدل عزیز ادامه میدیم. یه سری هم رفتن اینجا برای خودشون، حالا دیده نمیشه، کافی مافی گرفتن و نشستن اینجا و دارن از طبیعت لذت میبرن و میبینن دیگه اینجا رو در صلح آرامش. ولی خب من ترجیح میدم که راه برم و کامل مطمئن بشم ذره به ذره‌اش رو دیدم. شهرش دریاست. یه چیز جالب از این بالا خیلی بامزه است. نگاه کنید بالای این سقفا یه طرح عنکبوت زدن. برای چی به نظرتون؟ طرح عنکبوت زدن احتمالاً برای اینکه اینا ببینن دیگه، ما که میایم این بالا، چون کسی که اون پایین نمیتونه اینو ببینه. ولی این خیلی جالبه. خب دیگه فکر کنم یه رو کاملا کافی بود برای اینکه اینجا رو ببینیم و دور بزنیم و حسابی طوافمون دور سیاتل کامل بشه. بعد دیگه حالا یکم اینجا نشستیم چند دقیقه، بعد میریم پایین بریم ببینیم دیگه چه جاهای جالب و قشنگی داره که بتونیم ببینیم و براتون ویدیو بگیرم و بذارم. چی میشه فعلا. بریم که بریم پایین دیگه. اگزیت اینجاست. کدومشه؟ اینه که اونه؟ این دشوریه. از این بره اوکی.
ولی اومدیم بالا فکر کنم این پله ها رو نداشت. اونجا توالته. ببین همینه فکر میکنم. ما از همینجا اومدیم بیرون ولی Did you go to the glass floor already? The glass floor down these stairs. So go down the stairs. It's with your ticket. There's a rotating glass floor. You can either get the elevator there, or you can come back up and get the elevator. Thank you. glass floor. exit. بعداً اونجا یعنی که اول باید اینجا رو بریم بعد بریم اونجا. تو چی وقتمون رو هدر میدادی؟ اوه مای گاد داریم میریم. این الان این داره حرکت میکنه. این همون رستوران گردونه. این طولش بالا میاد. حساب کن این داره حرکت میکنه. بچه‌ها اینجا اینجوری از اینجا حساب کن. اینجا رو نگاه کن. خب از اینجا مشخصه که این داره حرکت میکنه. چه؟ برای کسی که بشینه اینجا غذا بخوره. آره کاملا. 1-2 ساعت کامل میچرخه. دیگه نمیخواد خودت بچرخی، این برات میچرخه. دقیقاً. ببین این داره میچرخه که از زیر پاس مثلا میتونی اینجا رو ببینی. برم مایده چیز جدید کشف کرد. اوه اینجا رو خب اینش جالبه. گلاس فلور. از اینجا میتونی کل سیاتل زیر پاته. نه وسط بایستی. خب اینش هم خیلی هیجان انگیزه. خب اینجا الیویتورها هستن که دیگه میبرن پایین وقتی حسابی اینا خیلی خب اینجا رو نگاه کنید.
چیز مالی شد از حالا پایین نگاه حالا هر جان پایین نگاه کنی حالا نگاه بچه اینجا همون جایی که ما ماشین رو پارک کردیم که گفتم جلوش از انرژی خورشیدی انگار استفاده میکنن. این اونه حالا داره میچرخه. این اونه ماشین ما بغل پارک اون پارکینگ ماشین هم اونجاست. اونجا خب بابا از اینجا خیلی قشنگ تره، یعنی خیلی باحال اینجا، ولی خیلی اون اگر اون باشه خیلی طولانیه رودش خیابوناشو. خیلی جالبه، اکثر شهر یه دسته و خونه است غیر از همون چند تا برجی که بهتون نشون دادم، ولی این دست همه خونه است، برج نداره. فقط اون طرف یه سری برج داره، حالا اون تهه نمیدونم بذار برجای چی هست نمیدونم، ولی کمن برجاش، مثل تهران نیست خیلی برج داشته باشه. این هم که از اون بالا باز نشون کنه مدرسه سنگاه. هی عنکبوتا از اینجا بهتر دیده میشه. خب دیگه خداحافظی میکنیم با گلاس فلور، میریم به سمت الیویتور. خیلی چیز قشنگی بود، حسابی کیف کردم. من این مدل رو تجربه نکرده بودم، تو برج میلادم اگر هست من ندیده بودم، اون مدل رو دیده بودم ولی این مدل رو ندیده بودم. The couple اینجا مال کاپل چیزم زدن که پرایوسیشون حفظ بشه، شیشه های مات زدن. خب بریم که سوار آسانسور بشیم و بریم. That was very beautiful. Yeah, no, so they could see. Yes, yeah, exactly. At the left side, we have Mount Rainier. It is an active volcano. In front to us, we have Puget Sound, salt water, who is part of the Pacific Ocean. Below to us, we have Pacific Science Center Museum. Also, we have the big white ball in IMAX theater movie. Then we have Chihuly's Garden and Glass. We will make a quick stop at the banquets level. خب اومدیم به این قسمت گیفت شاپش که میان و حالا چیزای جالبی که هم از اینجور چیزا داره، هم یادبودای مال این تاور. آره اینو مایده انتخاب کرده. چند دلار مایده؟ $13 برای خیلی هم عالی. بگیرشو بریم. تیشرت هم داره، کلاه داره، چیزایی با نمادهای اینجا رو داره. کلاه سیاتل، خلاصه از این مدل تاور هم داره. یادبودای شهر سیاتل دیگه، کسی میخواد میتونه بگیره انواع اقسام یادگاری ها رو که بگه من سیاتل بودم. اینا چه گروه‌های قشنگی هست. اینا احتمالا برای چیز خوبن، برای کریسمس که بزنی به درختت.
رفتش که پرداخت کنه. من یه دور دیگه بزنم. از این هودی های با طرح سیاتل. بیلدینگ بلاکس لوگو. برای سوقاتی خوبه. اینو نگاه. حالا Good night, Seattle. خب مورد خریدش رو انجام داد. بریم به مقصد بعدی. بچه این عنکبوتی که اون بالا دیدین اینجا یک برند انگار و تبلیغ بوده. مارلین، شما اطلاعاتی در موردش دارین؟ چه جالب. پس این داشته تبلیغ میکرده. دمشون گرم. خیلی قشنگ بود تبلیغشون. هرچی که بود توجه آدم رو جلب کرد. شدید من که خیلی توجهم جلب شد. خیلی جالب بود. چقدر برجای دیگه مدل‌های مختلف. قشنگ‌تره. راضی هستی؟ این خیلی کوچیکه، اون خیلی بزرگه. خب خوبه. خوشحالم که راضی هستی. اینا هم خیلی نایسه. اینا ولی $8 دیگه. $8.99. بگو $9. خیلی خوشگله ولی $9. خیلی قشنگه. اینا آره قشنگه. اونم پازلشه 1000 تایی. انواع اقسام جینگولک های سیاتل. خب بریم. اینجا در رفتنش. اینا هم خوشگله. اینا هم خوشگله. یادتونه رفتم دیزنیلند، همه اینا هم اونجا هم بود. انواع اقسام اینا دیگه. خلاقیت به خرج میدن برای فروش دیگه. دمشون گرم. خیلی قشنگ. خیلی خاطره خیلی خوبی بود. سلام بدی؟ آره مثلا خیلی خوب بود. خب مقصد بعدیمون کجاست مایده؟ المپیک اسکالپچر پارک یا اینا رو همین نشونتون بدم. اینا دارن پلی میوزیک میکنن و تیپ میگیرن. ما پیاده میریم تا پارک المپیک. آره ما الان 3 روز دنبال بستنی هستیم و نه که پیدا نکردیم، به تورمون نخورده چون انقدر تونتون این برام بریم دیگه نرفتیم مثلا دقیقاً دنبال بستنی. خب بچه من امروز اون ویدیوی واکی تاو تاک رو اجرا نمی کنم برای اینکه واقعا نیاز همش حرف بزنیم. برای همین ویدیو صحبتی رو فقط براتون میذارم. چه هاپوی کوچولی نایسی. وای 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 وای. میشه بریم؟ بلد نیست که بریم. خب فکر کنم لیفت میخوره. بریم
بریم ببینیم با اسکوتر چجوریه شرایطش. با دوچرخه هم میشه؟ خب چجوریه؟ باید اینو دانلود کنیم. میخواین دانلود کنیم؟ بذار ببینیم. خب من اپلیکیشن لایم رو نصب کردم که مال همین اسکوترها و ایناست. فعلا تصمیم گرفتیم پیاده بریم، ولی جالبه حالا اگر یه زمانی خواستیم استفاده بکنیم سیستمش رو بدونم بد نیست. کنجکاوم. اینم پارک پشت سرمون. فعلا پیاده بریم تا اونجا یه مقدارم شهر رو بگردیم، حواسم به اسکوتر نباشه، یعنی این مقدار شهر رو ببینیم به نظرم بهتره. اینجا پارک المپیکه و این نماد معروف و مشهورشه که انگار حالا از اینجا انگار مثلا یه آدمی دستشو اینجوری بلند کرده و خلاصه پادی حرکت المپیکی بزنه. ولی همونطور که میبینین طبیعت قشنگی داره رو به دریا و افراد میشینن روی این صندلیا یا آفتاب میگیرن. اینم صدای قطاره. اینجا میشینی روبرو تب دریاست و حال میکنی دیگه. من بشینم و کم استراحت کنم. اینجا مثل زیر پل حافظ تهرانه. اینجا زیر پل حافظ سیاتله. قشنگ اینجا مثلا پاساژ علی بابا اینور، اینا پاساژهای مختلف موبایل و اینا اینجا هست. اونم که اون برجا خیلی شبیه اونجاست. یه چیزی من بگم در مورد سیاتل و شهرهای آمریکا که من پارسال که اومدم این مدلی درک نکرده بودم. هرچی که فضا به شهری بودن نزدیکتر میشه، حالا سیاتل جزو شهرهای خوبه، هرچی که به شهری بودن نزدیکتر میشه اون اینجا رو ببینیم اون موانع یعنی مشکلات شهریت و بچه اینو ببینیم از ایناست مترای روی جلوه. هرچی که به شهری بودن نزدیکتر میشه اون مشکلاتی که آدما تو شهرهای بزرگ دارن بیشتره. مثلا اینجا هوملس بیشتره، آدمایی که کم حالت مشنگ میزنن بیشتره. مثلا من اصلا توی بیورتون اصلا آدم مشنگ ندیدم، اصلا هوملس ندیدم. به سختی مثلا یکی دوتا میدیدیم که مثلا میگفتن اینا مواد، البته اینایی هم که اینجا هوملس هستن اینا میتونن نباشن، ولی خب اینجوری نیست که از فقر باشه. بهتون گفته بودم ما الان داریم دنبال مسجد میگردیم. خلاصه یعنی این که مثلا کثیف بودن شهر، تو شهرهای بزرگ شما کثیفی رو بیشتر میبینی، آدمای مشکل‌دار رو بیشتر میبینی. یعنی اینجوری هست توی شهرهای بزرگ.
حالا میگن نیویورک بدتره، فیلادلفیا بدتره، اونا که من ندیدم، اگه دیدم بهتون میگم چجوریه. خب ما بالاخره یک مسجد پیدا کردیم اینجا از روی مپ. دیگه ماشین رو داریم پارک میکنیم که بریم ببینیم که چجوریه، بریم نماز ظهر عصر رو بخونیم و بعد بریم ببینیم که چی کاره ایم. خیلی خدا اینجا شبیه خیابون حافظه ها، خیلی. Hello. Why? In brothers in cancer. Oh, sisters in cancer. You guys just take off your shoes and I guess the sisters okay. from here. Yeah. Sorry. No, yeah, that's the sisters. Okay. I'm sorry. No. Your rack is behind you. Oh, the rack. خب کفشاتون رو در بیاریم. بیاین اینجا هم دستشویی داره هم مسجد. چقدر خوب. لباس هم داره برای کسایی که میخوان نماز بخونن. یه مسجد خوب با دستشویی. اینم قسمت خانومونشه دیگه. اون قسمت آقایونشه، این قسمت خانومش. جالبه. یه بوی خاصی هم میاد. اینجا هم جای صدقه است. خب برم وضو بگیرم و آماده نماز شیم. رسیدیم یکی از پارک های این ماشینه چقدر خوشگله. حالا ما رسیدیم یکی از پارک های خوشگل اطراف سیاتل تا خود داونتاون نزدیک نیم ساعت فاصله است بوده. 21 تا نیم ساعت. حالا قایق شوهر داشته بغل داره میره قایق سواری. بچه محیط قشنگیه اینجا، روبرو دریاچه، میشه پیکنیک بکنیم و آره یکم این جلوتر نزدیک چیز میشه زیر یکی از درختا بشینیم تو سایه یا جایی یک درخت دیگه بشینیم. نخواهی زیر اون یکی درخته. خب پس نه اشکال نداره. خب کامنت میدی دیگه. میشه اگه برات مشکلی نیست که
مثلا همینجا بشیم، مردم هم هستن. پس بریم اینجا میشه، اون جلوتر هم میشه بشیم حتی. خدا نماز میکنه. آره اینجا خب نزدیک دریاچه. خب رفت شنا کرد، بچه شنا بلده. چجوری میدونم کجا عمق داره؟ خب اینم محیط اینجا. اوکی این ویدیو؟ این الان میدم بهت. خب بریم که اینو پیکنیکمون رو پهن کنیم. کلی مرغابی اینجاست. خب اینجا یکی از پارک‌های خیلی قشنگ اطراف سیاتله. فوق‌العاده رویایی. ما اونورش پیکنیکی داشتیم، اینجا اومدیم که راه بریم یکم. ببینم میشه براتون یه ویدیو یه رو به این دوری دریاچه بگیرم کیف کنیم یا نه. شب سیاتل. چقدر سیم رو آسمونه. یاد عراق میافتم. خب بچه ها، ما
یه داستانی شد که به من مهناز جان اطلاع داد که اگر سیاتل هستین حتما یک چیزی هست به اسم فری و یک کشتی میبرتتون به یک جزیره نزدیک سیاتل که قشنگه. با ماشین میتونین برین، نیازی هم نیست ماشین رو مثلا چیز بکنین، میتونین برین اونجا و خلاصه خیلی جالبه. از دور شهر رو میبینین، شب قشنگه، نورش و فلان. منتها دیر من اینو مطلع شده و دیر موبایلم چک کردم که این پیغام رو بشنوم و بعد رفتیم تو سایتش که رزرو کنیم، دیدیم که میگه که دیگه دیره بر رزرو کردن و نمیشه. و من خیلی یکم پکر شدم، گفتم کاش زودتر متوجه میشدم، زودتر چک میکردم، زودتر میدیدم و اینها که ما میرفتیم تا سیاتل اومدیم دیگه این تجربه رو هم استفاده میکردیم دیگه. خلاصه گفتیم دیگه ولش کن دیگه، نشد و اینا. حالا میریم یه جای دیگه، میریم از قسمت‌های دیگه‌اش استفاده میکنیم. بعد اومدیم اینجا، اشتباهی اومدیم این ترمینالی که این کشتیه توش هست، اومدیم اینجا دیگه. به فکر من خورد، به مائده گفتم که ببین بیا بپرسیم. بذار من اینو از اون رو بکنم بچه‌ها. شما داریم میریم توی کشتی. گفتیم مائده گفت، به مائده گفتم بیا بپرسیم شاید همینجا تیکتو بفروشن این پرسن. بعد پرسید و شکر خدا، حالا من دارم خیلی مختصر میگم، خیلی هیجان داشت همه اینا چون داریم میریم تو. پرسید و گفتن که آره اوکیه و ما چون خلوت بود دیگه، وسط هفته هست، خلوت هم بود. گفتن ما میگیریم چیز میکنیم، تیکت میفروشیم. و برای تقریبا ما رسیدیم 7:30 بود، برای 20 دقیقه بعدش بهمون یه تیکت فروختن و خیلی غیر منتظره بود برامون، چون با ناامیدی من گفتم که ببین بیا بریم اینو بپرسیم که حداقل مطمئن بشیم، اگرم نمیریم بگیم همه راهاشو رفتیم و نشد بریم و اینا. و شکر خدا دیگه قبول کردن و این نشون میده که در ناامیدی بسی امید است، مثل همون جایی که میخواستیم بریم آبشاره که پیداش نمی‌کردیم. دقیقاً توی این سفر چندین بار بچه‌ها این اتفاق افتاد که ما میرسیدیم یه جاهایی که ناامید میشدیم و بعد ادامه میدادیم تا آخرش. اون ادامه دادنه خیلی راههای خوبی رو برامون باز میکرد. حالا دیگه توی ماشین نشستیم، توی صف هستیم، همون صفی که نشونتون دادم. توی صفیم که بریم ببینیم چه جوریه. من اولین بارمه که راستش رو بخواید سوار کشتی میشم، بریم ببینیم چه جوریه و انشاءالله که نور یاری بده که براتون حساب فیلم بگیرم و اینا. قرار بود به جای این بریم سوار اون چرخ فلکی که نشونتون دادم، گفتیم بریم از اون بالا ببینیم شهر و اینا رو. ولی خب مثلا اونم قشنگ بود، اونم خیلی چیز قشنگیه توی شب که همه نورا توی شهر دیده میشه. ولی خب این خیلی قشنگ تره فکر میکنم. من تجربه چرخ فلک قبلا داشتم و اینا، فکر میکنم این خیلی قشنگ تره. حالا انشالله که عالی باشه بهتون نشون میدم. بچه ها من یه چیز جالب بگم، ما الان توی کشتی هستیم و داره حرکت میکنه و داریم میریم، ولی همه الان مثل یک پارکینگ متحرکه، یعنی هیچی مشخصیش. من الان از اون دور دارم میبینم که یعنی از اینجا فهمیدم که داریم میریم که یه تکون خیلی ریزی داره میخوره و اینکه دارم میبینم که از اون دور چراغا داره عوض میشه و تغییر میکنه و الان هیچی نمیبینیم. فکر کنم که همین جوری میبره تا اونجا، یعنی یه کشتی که همینجوری حرکت میکنه میره تا اونجا که دیگه رفتیم پایین دیگه ببینیم چه جوریه و چی میشه. ما الان روی کشتی هستیم، ماشین رو پارک کردیم، اومدیم بیرون بریم که ببینیم چه جوری میشه بریم روی عرشه کشتی. اینجا سالن کشتیه.
چیز داره بیرونش. بریم خب این کشتیه مثل مترو میمونه بچه ها، مثل قطار یا مترو که سری افراد رو کنه داره میرسه. آره از اینجا دیدنش خب اینجا جلوی کشتیه بچه ها، دماغه کشتی. واو چقدر قشنگه. میاد و میره و کسایی که بچه ها با بین خونهشون اون بره و به خاطر شغلشون میرن و میان و تا افراد زیر 18 سال سوار شدن روی این کشتی مجانیه چون وسیله زندگی کارشونه. الان اکثر افرادی هم که اومدن سوار شدن تفریحی نیست، یعنی مشخص که دارن میرن خونهشون نه سر کارشون. اینم که توشه این عالم صندلی داره، دستشویی داره، یه حالت وسیله که 50 دقیقه هم انگار طول مسیرشه تا برسیم اونجا. حساب کن یه سری آدما کارشون اصلا اینه که هر روز با کشتی بیان توی زیاتر کار کنن، دوباره با کشتی برگردن برن منزل بخوابن توی یک جزیره‌ای. خیلی جذاب و باحاله، خیلی بانمکه. فکر کنم هر ساعتی از روز سواری کشتی بشیم خیلی باید جذاب باشه قطعاً. من خیلی خوشحالم که شد بیام و تجربه رو داشته باشم. خیلی خلوته کشتی. خیلی جالبه، ما که هیچ تجربه نداشتیم، نمیدونستیم. یه هایی حدث دیدیم هیچ کس از تو ماشین نمیره بیرون. نگو که اینا اصلا زندگیشون اینجوریه، هر روز رفتن اومدن دیگه اصلا براشون جالب نیست. برای ما جالبه دیگه. پریدیم بیرون و اومدیم بالا و گفتیم که بیایم یکم بگردیم دور اطراف و چقدر خوب شد. والا ببخشید، والا اصلا تجربه نصفش اینه که بیا تو کشتی گشت بزنی، دور بزنی، ببینی آبو، این نورای خوشگل رو ببینی که الان خوب توی ویدیو نمیافته بودن. این فوق‌العاده جذابه. خب بچه ها ما دوباره دنبال اسلامیک سنتر یا مسجد گشتیم. وقتی که رسیدیم به این جزیره و مپ به همون نشون داد این خب ما به محضی که رسیدیم توی این جزیره، چون وقت نماز شده بود، دنبال اسلامیک سنتر یا مسجد گشتیم. تو گوگل مپ تونستیم اینو پیدا بکنیم و خب البته بسته بود. وقتی اومدیم دوتا آقا دمش بودن داشتن صحبت میکردن، انگار مسئولاش بودن. ما گفتیم میشه نماز بخوریم؟ گفتن خب ما گفتیم بسته است یا بازه؟ گفتن ما برای شما بازش میکنیم. بعد حالا این مسجدیه که میبینید، این قسمت مردونشه، اون بالا قسمت زنونشه که دیگه چون هیچ کس نیست ما نمیریم بالا. یه تور مسجد ببرمتون. مسجد اهل تسنن البته و خیلی جالبه، خیلی جالبه. من اینو به شما نشون بدم شاید براتون جالب باشه. حسین، حسن، علی، عثمان، عمر، ابوبکر. یا بهتر از اینجا بیام، در واقع درستش اینه: ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین. یعنی که اینا اعتقاد دارن اینا همشون با هم دیگه خلاصه خلیفه هستن و اینا. جالبه، یعنی اینا رو قبول دارن خلاصه. منبرشون، قرآن و اینا. حالا یه چیز دیگه بریم نشونتون بدم. از اینجا میرن بالا به سمت به سمت قسمت زنونه. اینی که تو مسجد قبلی نداشت و من برام سوال شده بود که اگر مسجد اهل
تسنن چرا نداره. بذارین چراغ روشن کنم نشونتون بدم. اینه بچه‌ها، اهل تسنن چون پاهاشون رو میشورن به جای که مسح بکشن بعد بشینن رو چنین چیزایی و وضو بگیرن اینجوری. حالا اونجا قسمت زنونش نداشت، ما الان قسمت مردونه اومدیم، شاید حالا قسمت اونجا قسمت مردونش بود، نمیدونم خلاصه، ولی اینو گفتم نشونتون بدم. اینجا میشینن روی اینا، خیلی هم تمیز درست کردن و پاشونو میشورن. بچه‌ها ما داریم برمیگردیم از اون جزیره. الان دوباره روی کشتی هستم و به شدت جذابه و عجیب. هیچ کس هم نیست، خیلی کم، یعنی 3 تا ماشین توی قسمت پارکینگ هستش که یکیش مال ماست و 2-3 نفر آدم هم روی خود صندلی ها نشستن. به شدت زیبا، ساکت، عجیب غریب. اینجا روی این میزا از این پازل است که افراد تا میرسن درست کنن. بعد حالا این کامل کرده، بعضی نصفه میذارن بعد مسافرهای بعدی میان کاملشون میکنن. اما که کامل شده و جالبه. از دور نمیدونم میبینین یا نه چراغای سیاتل داره مشخص میشه.